به نام خدا، امیدوارم که هر جا هستین خوب و خوش و سلامت باشین. ما یه اطلاعیه‌ای دادیم، یه انانسمنتی دادیم در ارتباط با کارگاه و ورکشاپ در واقع کل تزریقات صورت برای اونایی که دوست دارن، تمایل دارن تو حد در واقع از حد مبتدی تا حرفه‌ای این کلاس رو بگذرونن. یه آفر خیلی خوبی که در واقع اینجا بود، ما این کارگاه رو در یک روز جمعه که در واقع در جمعه ها برگزار میکنیم، از 10 صبح تا 9 و 10 شب 2 تا کلاس تئوریک داریم و بعدش کلش در واقع تزریق به مدلایی خواهد بود که تشریف میارن اینجا بر اساس نوع صورتشون و اون اسسمنتی که روی صورتشون انجام دادیم. به عنوان مثال یه نفر چین آگمنتیشن میخواد، یه نفر دوست داره تکنیک های چیک آگمنتیشن رو یاد بگیره، بعضیا راجع به جوانسازا صحبت دارن. خب میدونید برندهای مختلفی ما داریم تو بازار. به عنوان مثال من قبلا صحبت کردم، مثلا من که دنبال تبلیغ و اینا نیستم، ولی مثلا الان در حال حاضر برند رویتاکر اسلاین، آیسان جان شما زحمت بکش اسلاین رو نشون بده. HA مخفف هیالورونیک بود دیگه، درسته؟ همراه با کامپلکس جوانساز صورت هست. یکی از بهترین جوانسازا که همراه با لیفت صورت و حجم دهی یا کوچیک پوستتون رو روشن هم میکنه. آیسان جان، ما توی ورکشاپی که داریم برنامه، شما به عنوان مدیریت در واقع این مجموعه میخوام بگم که برنامه‌مون به این صورت، خب ما 2 تا از نظر فضا، اولا که پذیرایی کامل داریم، هم میان برده هم نهار در خدمتشون خواهیم بود و عرض من اینه که ما توی این 2 تا اتاق که هستیم 2 تا یونیت و مدل‌ها رو توی این 2 تا یونیت مدیریت می‌کنیم، درسته؟ یعنی 2 تا کلاس تئوری داریم و کلاس‌ها به صورت خصوصی و نیمه خصوصیه و بعد مجموعه به چه صورت، کار عملی به چه صورتیه، جا میان کارشون رو انجام میدن و در واقع زیر نظر در من حضور شما میتونن رو مدل خودشون تزریق رو انجام بدن، البته زیر نظر آقای دکتر خشایار احمدی. خب من یه ذره اصلاح بکنم. در واقع من اول اون تکنیک رو به عنوان مثال من میخوام تکنیک لیفت تزریق لیفت سوپراپریوستیال چیک رو انجام بدم. به عنوان مثلا میگی آقای این خانومه اینجا خیلی در واقع اگزاجره شده، باید یه نیازی به جراحی نداره، روش‌های غیر جراحی استفاده کنه. خب حالا اون مدل رو من اول انجام میدم، درسته، به بچه‌ها ببینن و یاد بگیرن عمق تزریق کجا باید باشه، دستتون مانور ورود سوزن، نیدل، کنول به چه صورتشه و خیلی چیزای دیگه. ولی بعد از اینکه این داستان انجام شد، یعنی اون آموزش انجام شد، اون عزیزان هم میتونن به صورت هندز آن روی مدلی که ما داریم، چون ما 10 نفر دعوت خواهیم کرد، انجام بدن. زیر نظر شما میتونن انجام بدن. به نظر خودت، حالا فرض کن مثلا خودت یکم، بعد ما از همه گروه ها دعوت کردیم، یعنی فقط اینجوری نیست فقط گروه پزشکی باشه. خب خیلی دوست دارن یاد بگیرن دیگه، اشکالی که نداره، دوست دارن بیان و ممکنه توی حوزه‌های مختلفی هستن ولی دوست دارن یاد بگیرن، میام یاد بگیرن، ما محدودیت نداریم. فقط سوال من اینه که من میخوام نظر خودت رو بدونم، از نظر خودت، حالا جدا از اینکه من مدرسش هستم، حالا نفچه کنم، نه منظورم اینه که چه ویژگی‌هایی داره این کارگاه به نظر خودت؟ اینکه خب توی روز کل چیز گفته میشه. به نظر من که شما تو هر تزریق نکات کامل رو که ذکر میکنید هیچ، و اینکه این تایمی که هستش به نظرم کامل میتونن تجربیات چندین ساله شما رو کسب کنن. بله درست. بعد من اساسا معلمین چجوریه؟ حالا استاد دانشگاهی هستیم بالاخره یه ذره مدل تیپ شخصیتی اینجوری که همش دوستم یاد بدم دست خودم نیست. ولی در واقع میخوام ببینم شما به عنوان اینکه اینجا همیشه حضور دارین، در واقع این اطمینان خاطر رو میدید به بچه‌ای که میخوان شرکت کنن که 100% تجربیات این چند سالتون رو شما میخواین توی چند ساعت در اختیار کسایی که میخوان بیان آموزش ببینن بذاریم. به نظر من بهترین. بعد الان توی این 30-40 نفری که فعلا ثبت نام کردن، ما اولویت رو گذاشتیم در مورد کسانی که حالا یه سری خصوصیت هایی دارن، در واقع انتخاب اون عزیزانی که میان تو کلاس شرکت میکنن با خانم کمالی عزیزه که زحمت میکشن، دسته‌بندی میکنن و قشنگی کار اینه که بچه‌ها کلاس خصوصی و نیمه خصوصی.
آیسا جان اگر زحمتی نیست راجع به اون فرایند شرکت اون فرد به صورت آنلاین هم توضیح بده، چون ما کار فنیشو انجام دادیم. یعنی کار فنی انجام شده که اون فرد میتونه رجیستریشن آنلاین انجام بده، یعنی به صورت آنلاین حضور داشته باشه. یعنی ما به صورت استریم تمام اون آموزش رو نشون میدیم. فکر کنم هزینه‌شون هم کمتره، درسته؟ حتما بله درست. تخفیف بدید دیگه. تخفیفو بدید. چشم. ما میتونیم مثلا تو همون کلاسی که 4 5 نفر 6 نفر هستن در آن واحد 110 نفر هم شرکت کننده آنلاین داشته باشیم. خانم مهندس همونجوری که داریم فیلم برداری میکنید امکان فنیشو داریم که مثلا حدود 100 نفر رو آنلاین. تلاش خودمون میکنیم. بسیار ممنونم. من وظیفه‌ام بود در حال از زمانی که از اسپانیا برگشتم خب جنگ شد و این داستانا پیش اومد، اما خب به هر حال در جایگاهی که هستم به عنوان مدرس بین‌المللی تزریقات ریجوینیشن صورت به هر حال دین خودم ادا کنم به اون عزیزانی که دوست دارم، در کنارم توی محیط صمیمی این کار انجام بشه، در خدمتشون باشیم، ان شاءالله بگیم و بخندیم و گپ بزنیم و آموزش داشته باشیم. قطعاً بهترین تجربه رو کسب میکنن کنار شما. قربون شما. خیلی ممنون از نگاه قشنگتون به امید دیدار و فن و فنون و فوتای کوزه‌گری. بگم همه